خب سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. با کافه ترید در خدمتتون هستم. قبلا یه صحبتی کرده بودم که روز چهارشنبه ارنینگ انویدیا یا همون انویدیا و بعد از اون ممکنه که روند مارکت عوض شه. ماها که حالا بیشتر دوستانی که تازه کار هستند قرار شده که لانگ ترم ترید کنیم و به حرکت های کوچیک بروش زیاد دل نبندیم و اینه که برای چند سال آینده میخوایم خرید بکنیم و این فرصت هایی که مارکت میاد پایین فرصت های خرید بهتری رو برای ما فراهم میکنه. امروز میگم چند استاک خیلی اومد پایین، مثلا خود انویدیا که دیروز میگم ارنینگش بود، میگم پنجشنبه است دارم اینو ضبط میکنم، چهارشنبه ارنینگش بود. بعد از اعلام ارنینگش قیمت بسیار بالا رفت و امروز صبح که مارکت باز شد سقوطش رو آغاز کرد. این چارتش اگر ببینید بذارم روی دیلی و اینجا میتونید چارت رو ببینید. یعنی این امروز این کندل قرمز که میبینید از روی 196 صبح باز شد و تا 180 اومد پایین. یه حرکت 16 دلاری در یک استاکی که 185 دلار، درصد زیادی رو پایین اومد و فرصت های زیادی رو ایجاد کرد. چون الان این بزرگترین کمپانی در S&P 500 که همه رو تحت تاثیر قرار میده باعث شد که بقیه استاک ها هم باهاش همراهی کنند و پایین بیان. این متاست یا فیسبوک میتونید ببینید. VOO که ما کار خریدش رو انجام میدیم یک کندل خیلی بزرگی رو زد از 618 تا 599، یعنی خیلی اومد پایین. و آمازون هم همینطور. آمازون حالا چند روز پشت سر هم اینجور در حال ریزشه. از نظر این که ما خب میخوایم طولانی مدت ترید کنیم، میگم از این فرصت ها باید استفاده کنیم. دو تا حالت روانی معمولا هست که باعث میشه کسانی که ترید میکنند معمولا دچار مشکلاتی بشن. یکی بهش میگم فومو، fear of missing. یعنی شما اگر دقت کنید تو خودتون هم پیش میاد وقتی که قیمت داره میره بالا میخواید بخرید، چون فکر میکنید که این داره میره بالا و شما از ترس اینکه این سودی که میتونستید بگیرید و نمیتونید بگیرید از غافل عقب موندید شروع میکنید به خرید کردن. این فومو بزرگترین آسیبیه که میتونه به یک تریدر وارد کنه. میگم خیلی ها الان اگر همین انویدیا رو در نظر بگیرید شاید در 212 اینا خیلی ها خرید زدن، به خاطر اینکه خب همه خبرهای خوب می اومد میگفتن نامبر وانه و غیره، و اینکه خب کسی که خرید نکرده بود میگفت بذار همراه بشم که این سود رو از دست ندم، منم جز این قافله باشم، و اینجا وارد میشه فومو. و ترس دومم ترس از دست دادنه که اون هم آسیب دومه. وقتی که میبینه استاک داره میره پایین شروع میکنه به فروختن با ضرر. از نظر این که اگر شما لانگ ترم اینوست میکنید باید اولا ETF یا استاکی که میخواهید برای سالهای طولانی نگه دارید رو درست انتخاب کنید و از این فرصت ها برای اضافه کردن خرید کردن استفاده کنید. باید توی واچ لیستتون استاک هایی که لازم دارید، ETF هایی که لازم دارید رو وارد کنید، رصد کنید و خرید پله. منظورم از خرید پله اینه، یعنی کسی اینجا همه پولش رو خرید میکرد، مثلا توی 211 می اومد مثلا $10,000 انویدیا می خرید، امروز $3,000 پولش از دست داده بود در فاصله بسیار شاید مثلا 10 روز. اینه که ولی اگر پله بخری مثلا اینجا یه دونه میخری، یه دونه یه روز دیگه میخری، یه دونه 5 روز دیگه میخری و این اوریج میشه و قیمت شما دیگه قیمت وسط شما 212 نیست، قیمت وسط شما الان میشد بین اینا، یعنی میشد حدود 200 $200. همینجور باید ادامه بدی و تقسیم بندی کنی. یه برنامه‌ریزی و استراتژی باید داشته باشی. اگر $10,000 میخوای لانگ ترم سرمایه‌گذاری کنی تقسیم کنی به 12 ماه، به 10 ماه، به 6 ماه و هر ماه فقط همون مبلغ رو خرید کنی و همون مبلغ رو هم تقسیم کنی به هفته ها و هفته مثلا $200 $250 به استاکت اضافه کنی. اگر فرصت این چنین پیش میاد به جای $200 مثلا $400 اضافه کنی و اگر خیلی بالاست مثلا $100. تنظیمات اینجوری هم میتونی انجام بدی. ترس از دست دادن رو نداشته باشید. یکی هم خرید نکنید، مثلا الان امروز که اینقدر اومد پایین دوباره همه پولتون رو اینجا خرج نکنید.
چون کسی نمیدونه اینجا پایین ترین نقطه است. ممکنه که این روند حتی 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه هم ادامه داشته باشه. این اتفاقی که در استاک مارکت میفته. بذارید من چارت 5 ساله اینو براتون بیارم. مثلا ببینید یک زمانی این $150 بود، شروع کرده به پایین رفتن و تا $80 اینا اومده، یعنی 50% ارزشش رو از دست داده، دوباره اومده بالا. اینه که مثلا اینجا کسی ممکن بود که فکر کنه در 135 پایین ترینه. نه، همیشه پول رو داشته باشید، همیشه تقسیم بندی داشته باشید، همیشه این استراتژی رو داشته باشید و قوانین خودتون رو، الکی همه پولاتون رو یک جا خرج نکنید و همینطور به تدریج با توجه به بودجه‌ای که دارید و با توجه به مقداری که میخواید سرمایه‌گذاری کنید، سرمایه‌گذاریتون رو انجام بدید. میگم این 50%ش رو از دست داده، الان خیلی زیاد نیومده پایین، یعنی جا داره تا 147 هم بیاد، ممکنه بیاد، ممکن از فردا اصلا رو به بالا باشه و دیگه این کفش باشه. برای اینکه خب هیچ کس واقعا نمیدونه کجا کفه کجا سقفه، همین خرید تدریجی بهترینه. یک سبد خرید هم برای خودتون داشته باشید توی واچ لیستتون. مثلا خب توصیه من همیشه VOO بوده که برای بلند مدت خرید کنید. ببینید VOO امروز خیلی پایین اومد، خوب پایین اومد، از 635 که 3 روز پیش قیمتش بود رسید به حدود 600 تا، یعنی $35 اومد پایین. اینجا مثلا خود من امروز خیلی مبلغ کمی رو VO امروز خریدم در پورتفولیوم و منتظرم، یعنی قدم بعدی که یه سری قیمت ها رو بهتون میدم. قدم بعدی که من میخوام خیلی خرید کنم رقم 564. این که برسه به این قیمت نرسه به این قیمت واقعا مشخص نیست، امیدوارم برسه. لانگ ترم اینوستر ها وقتی که قیمت میاد پایین به جای ناراحتی باید خوشحال باشن، چون دارن یک سری در واقع تخفیف میگیرن، یک سری حراج میشه در واقع. اینه که مثلا دومین جایی که من این بار بیشتر خرید میزنم، اینجا خطشم رو بذارید براتون بکشم، حدود $560. حالا یک چند دلار بالا و پایین تر، اگه باز پایین تر رفت که باز خوشحال تر میشم و قدم بعدی خریدم در $518. این دیگه فکر نکنم از این پایین تر بره، ولی اگر بازم پایین تر رفت در استاک مارکت هیچ فرضی محال نیست، میتونه تا اینجا بره. اگر یه اتفاق عجیب غریبی بیفته، یه سقوط عجیب غریبی داشته باشیم تا اینجا. این سه پله جایی که من خریدهام رو انجام میدم. امروز خیلی کم خرید زدم، تو این قیمت یه ذره بیشتر خرید میزنم، تو این قیمت افزایش میدم، تو این که اصلا زیاد خرید میزنم. اینوستورها و کسانی که تازه وارد شدن معمولا اینجا میترسند و میفروشن و از بازار میان بیرون. این قیمت هایی که برای VOO در نظر دارم، برای QQQM بذارید اون رو هم براتون بیارم. این هم QQQM. مثلا امروز که اومده پایین خیلی ها دوچار استرس شدند، ولی کل چارت رو شما ببینید چقدر اومده بالا، یعنی در طی سال رشدش رو اگر ببینید، چیزی که امروز اومده پایین عدد بزرگی نیست. امروز باز من یک خرید بسیار کوچک در حد شروع زدم. خرید بعدی من هم برای QQQM که اینم استاک محبوب منه، عدد 229، حالا $1 بالا و پایین تر، و قدم بعد اگه بیشتر بیاد پایین که بیشتر خرید میزنم حدود 220. پس 229، 230، 220. باز میگم اگر اتفاق عجیب غریبی بیفته تا 208. این سه تا قیمت های بعدی منه که به صورت پله‌ای قصد دارم خرید کنم. اینا برای من که خب 10 ساله دارم ترید میکنم، من به این صورت ترید میکنم. ولی برای کسی که برای لانگ ترم میخواد ترید کنه، گفتم همون خرید پله‌ای. امروز مثلا یه $50 بخره، 2 روز دیگه $50 اضافه کنه و اینطور یه بر اساس بودجه‌ای که داره این کار رو انجام بده، در نهایت اوریج قیمتی خوبی رو میتونه داشته باشه که در طولانی مدت میتونه براش پول ساز باشه. این دوتا ETF از استاک ها هم متا رو من دوست دارم که داشته باشم. اگر ببینید بای خیلی زیاد، من خود یکم دوچاره همون فومو شدم، فکر میکردم که
فیسبوک یا متا میره بالاتر. ببین اینجا خرید زدم 769 من خرید زدم الان 589 ولی خیلی کم خریدم اصلا در اندازه که به چشم نمی اومد. یه ذره دیگه اینجا خریدم، یه ذره دیگه اینجا خریدم، یه ذره دیگه اینجا خریدم و خرید بعدی من یعنی پله دارم اضافه میکنم تو ضررم توش، یعنی داره میره پایین تر. اگه 532 بیاد دوباره بهش اضافه میکنم یه ذره بالاتر، البته یه 557 یه ذره بهش اضافه میکنم و 528 بازم بهش اضافه میکنم اگر بیاد و اینجا هم 478 که دیگه خیلی زیاد خرید میکنم ازش. اینا که بای بای میبینید میگم یه ذره دوچار فومو شدم ولی خریدم هم زیاد نیست، مثلا $100 اینجا خریدم، همه اینا $100، یعنی تا حالا هنوز یک استاک فیسبوک رو من ندارم و تصمیم دارم این روند رو تکمیل کنم. بیشتر سرمایه خودم رو بیشتر روی VOO و QQQM میذارم. اینا بخشایی است که در کنارش دوست دارم که این استاکارم داشته باشم و مبلغی که در صرف میکنم خیلی کمتره. بیشتر سرمایه‌گذاری من روی VOO و QQQM. استاک بعدی که دوست دارم داشته باشم آمازونه. آمازون هم جز استاک های خوبه. این هنوز خریدم رو شروع نکردم، امروز هم خرید نزدم. میتونست امروز یه بخش کوچکی آدم خرید بزنه ولی دوست دارم خریدم رو روی $200 شروع کنم برای آمازون، چون دوست دارم اینا استاک رو داشته باشم. اگه بره پایین تر بعدی $182 و اگه بره پایین تر قیمت $159 که میگم اینا اگر اتفاق بیفته برای دوستانی که میدونم خیلی تازه شروع کردن فرصت های خوبی خواهد بود. پله‌های قیمتی بعدیه که من تصمیم دارم خرید رو روی آمازون انجام بدم. کلا روی متا، آمازون و NVDA، حالا اونو بیشتر توضیح میدم بهتون، و ماکروسافت رو هم علاقه دارم که در پورتفولیوم داشته باشم. هنوز هیچ خریدی روش نزدم، منتظر این قیمتم، یعنی قیمت تقریبا نزدیک شده بود امروز به قیمتی که من میخوام. من روی $470 باز به صورت خیلی کم شروع میکنم به خرید کردن. هرچی پایین تر بره میزان خریدم رو اضافه میکنم که اوریج قیمتی درستی رو داشته باشم. 440 395 و 360 این هم قیمت هایی که حالا یکم چند سنت بالا پایین، چند دلار بالا پایین قصد دارم که این استاک ها رو خرید کنم. این استاک ها یه توضیح کلی بدم. من اگر $10,000 داشته باشم 50% رو روی VO سرمایه گذاری میکنم، 25% 30%ش رو 20%ش رو اینجوری بگم میذارم روی QQQM، 30% باقی مانده رو 15% اینا استاک های اینجوری میخرم، 15% هم پول نقد نگه میدارم، چون همیشه داشتن پول نقد برای مواقعی که ممکنه یک اتفاق عجیب غریب بیفته به درد میخوره. در دوران کووید من تجربه کردم، استاک مارکت به شدت سقوط کرد، در مسیر خرید کردم ولی دیگه اون وسط کار پولم تمام شد و فرصت رو از دست دادم و خیلی رفت پایین و دیگه اون پایین نتونستم خرید کنم. اینه که خود پول نقد رو هم به عنوان یک پوزیشن برای خودتون در نظر بگیرید و یه مبلغی رو همیشه داشته باشید که در اون بدترین اوضاع بتونید باش خرید کنید. استاکی که خیلی دوست دارم بین اینا، بین حالا مایکروسافت و آمازون و بعد یکی دیگه متا، اپل هم هست. من زیاد اپل باز نیستم، اپل رو همه پورتفولیو معمولا دارم. من خودم حالا شخصا یه سلیقه‌ای زیاد اهلش نیستم. اگر دوست داشتید بخرید، اپل الان هم خیلی بالاست، با این که همه استاکا پایین اومدن اپل نگه داشته خودش رو. اگر اپل یه روزی برسه به $200 شاید من خرید کنم، نمیدونم، یه حس خاصی نسبت به اپل دارم. یه توضیح هم بدم، سعی کنید استاک هایی رو بخرید که آشنایید با کمپانیاش. مثلا اپل میخرید میدونید گوشی اپل، کامپیوتر و غیره، نرید سراغ استاکی هیچ اطلاعاتی ندارید، خودتون شناخت ندارید. مثلا کوکاکولا میدونید چیه، ببینید اینا رو میگم کمک میکنه تو ذهنیتی که داشته باشید. اما استاکی که نامبر وان منه، حالا غیر از ETF ها، اگه بریم روی استاک ها، NVDA رو من دی ترید هم باش میکنم، چون حرکت $15 $10 روزانه داره روی استاک. این اگر ببینید، بذارید من یه ذره این رو برم روی روزانه که راحت تر بتونم بهتون نشون بدم. دیلی
ببینید این دی ترید های منه. من قبلا داشتم توی پورتفولیوم، وقتی دیدم که قیمتش داره میره بالا، روی 183 فروش داشتم، روی 187 بخش دیگری رو فروختم، روی 192 بازم فروختم، روی 204 بازم فروختم. خیلی داشتم میخریدن در این چیز و در واقع بزرگترین فروش هم رو در همین قیمت های سقف انجام دادم، 212. سخت کسی واقعا بتونه در سقف قیمت این کار رو انجام بده. با توجه به اندیکاتورها و چیزهایی که داشتم پیش بینیم درست در اومد و درست در سقف بخش اعظمی از استاکی که داشتم رو فروختم، بخشای کوچکتری رو نگه داشته بودم. باز دوباره اومد پایینتر، تصمیم گرفتم بفروشم و دوباره این قیمت 191 شروع کردم به خرید کردن. سویم ترید کردم، یعنی در واقع یه روز می‌خریدم 2 روز می‌فروختم. دوباره شروع کردم به خرید پایینتر رفت، خرید کردم، پایینتر رفت، خرید کردم، اومد بالاتر، اوریجم زیر این بود، فروختم و امروز هم که دوباره رفت روی 196 به کل فروختم. یعنی من الان یک ذره انویدی هم ندارم تو پورتفولیوم. صبح اول وقت روی 196 فروختم، الان 180. یعنی شما اگر 100 تا سهم رو حساب کنید، این میشه از 196 تا 180 $1600 در یک روز. این در واقع اوریج من این بوده. یعنی اصلا از اینجا هم شروع کردم به فروختن. اینجا خیلی داشتم که کم کم فروختم، دوباره خریدم، دوباره فروختم. یه این سل بای ها رو میتونید اینجا ببینید و امروز با 1600 برای 100 تاش که فروختم اومدم بیرون. این بالا، این پایین دوباره وسوسه شدم بخرم روی 180 دیگه. امروز هم وقت زیاد در حال تموم شدن بود. بعد یه تجربه دیگه هم دارم که اوور ترید میگن. در طی یک روز نباید خیلی ترید کرد، ممکنه که سودی که کردی رو در طی ترید هایی که هی داری انجام میدی از دست بدی. حالا وضعیتی که NVDA داره الان افتر آورز رو 180 داره نوسان میکنه. نیت خرید دارم من روی این استاک دوباره. حالا دوست داشتم رو همین 180 بخرم که دیگه میگم دست نگه داشتم، گذاشتم ببینم فردا چه اتفاقی میفته. ممکنه همین روند نزولی ادامه داشته باشه، ممکنه روند سوئدیش رو دوباره شروع کنه که فردا صبح تصمیم میگیرم که چه کاری انجام بدم. گفتم برای امروزم کافیه، ولی اگه بره پایین فرصت های خوبی برای خرید هست. قیمت هایی که هست میشه از 180 شروع کرد و قیمت بعدی که دوباره میخوام من این رو خرید کنم 174. اینجا میشه خرید خوبی زد. پله بعدی 164. اینجا هم حجم زیادی میخرم و پله مهمتر که اگه به این برسه باز میگم این فرصت ها کم پیش میاد. 151. باز اگه بره پایین تر 143. این که میبینید اینا رو میرم پایین تر، برای NVDA این کاری نداره. امروز دیدید فقط $15 فقط امروز جابجا شده. و مورد بعدی هم بریم سراغ این قیمت 131. و حالا چطور اینا رو مشخص میکنم، این خودش دیگه یک داستان طولانی داره. 121 تا 121 اینجا، تا اینجا اگه بره من همچنان پله خرید میکنم و به این داشته هم اضافه میکنم. این گفتم شاید لازم باشه که به سرعت این ویدیو رو بذارم. دوستان که تازه وارد شدند دوچار این دوتا اشتباه فومو نشن که میبینن داره میره بالا بگن ما جا موندیم تو قیمت های بالا، شروع کنن با حجم های بالا خریدن. و دومم این که اگر دارن داره میره پایین با ضرر نفروشن، بلکه اگه پول دارن که باید داشته باشن طبق توصیه که من کردم و توصیه که همه میکنن، باید اون قیمت های پایین کم کم اضافه کنید تا میانگین قیمتی که دارید متوسط بشه و پایین بیارید میانگین قیمتتون رو که بعدا بتونید ازش خوب سود برداشت کنید. این کل مطالب. قرار بود امروز در مورد مطالب دیگری هم صحبت کنم، در مورد معرفی استاک ها اینا. مهمتر این بخش رو دیدم که دوستان که وارد معامله شدند، جدیدند و تازه کارند، از نظر روانی اشتباهات رو تکرار نکنند. یک تجربه 10 ساله رو بهتون بگم در یک جمله، اینه که خرید پله‌ای و اوریج دان، خرید پله‌ای این رمز موفقیت برای سرمایه‌گذاری طولانی مدت. برای دی ترید و سویم ترید، برای تازه واردها خیلی زوده. حداقل باید 1 سال 2 سال اینجوری با
ETF و لانگ ترم خریدن و فروختن، یعنی اینا رو تمرین کردن، کم کم با مسائل آشنا بشید و وارد این کار بشید. این نمودار من اپلیکیشنی هم که اینجا استفاده میکنم نسخه دسکتاپ همون مومو که دارم استفاده میکنم و اندیکاتورهای خیلی خوبی داره. میگم میتونید هم برای رسمین استفاده کنید و چارت های خوبی رو هم میده. این RSI مثلا خیلی راهنمایی میکنه من رو که خرید و فروشم رو انجام بدم. والیوم ها رو به هم نشون میده و مکدی. هر کدوم از اینا یه داستان و توضیح جداگونه‌ای داره که خب با دونستن اینا میتونید شانس موفقیتتون رو ببرید بالاتر برای دی ترید و سوینگ ترید. دلیل این که مثلا امروز هم خیلی دستم نرفت برای این ویدیو اینه که اگر در دیلی ببینید همچنان RSI ما رو به پایینه و کراس نداده، مکدی پایینه و غیره. امیدوارم این مطالب مفید بوده باشه براتون. میخواستم یک گیووی هم قولش رو بدم در این ویدیو. میذاریم برای ویدیو بعدی یه ویدیو مستقل در مورد یک کادویی که برای اینوستورهایی که همراهی میکنند دارم. در برنامه بعدی توضیح میدم که این کادو چطور میتونم به دوستان تقدیم کنم. ممنون که همراهی میکنید و از اینکه سابسکرایب میکنید، لایک میکنید و به دیگران معرفی میکنید این کانال رو هم سپاسگزارم.